یا الله نصیب بکنه این حقیقت رو، این نور رو با فضل و رحمت خودش. مفتی محمد رفیع عثمانی اون سالی که ایران تشریف آوردن جلسه ختم بخاری، داستانی رو از پدرشون مفتی محمد شفیع عثمانی نقل کردن، برای علما صحبت کردن. فرمودن که یه زمانی حضرت مولانا الیاس که تازه این حرکت یه خورده فراگیر شده بود، یه خورده این حرکت داشت هی رشد میکرد اوایل کار، میگه حضرت مولانا الیاس آمد پیش پدرم مفتی محمد شفیع عثمانی، ببین کوزه رو چطور میزنه میشکنه، چطور شکسته ها رو به خدا تحویل میده. میگه آمد پیش پدرم گفت که گریه میکرد. اینی که بعد من میگفت، گشت من، ملاقات من، وصولی من، حرکت من، نهضت من، بعد من میزد، ولی بدون من اونجا آمده میگه گریه میکرد. پدرم دست نوازش میگه رو سرش میکشید، بگو محمد الیاس، بگو مولانا چی شده؟ میگه مولانا الیاس میگفت حضرت من نمیدونم، نه تقواییه نه تدینیه نه اون شناخت کافی از الله. همین که انسان بفهمه الله رو نمیتونه بشناسه، همین نشانه شناختش از الله. همین که بداند که نمیداند خودش علمه، همین معرفته. من نمیدونم، هیچی ندارم، هیچی تو من نیست، ولی الله داره این حرکت جلو میبره. نکنه این استدراج باشه، چون گاهی وقتا الله دین خودش رو با فاجر و فاسق هم جلو میبره. در حدیث آمده یکی در یکی از غزوات و جنگ ها خوب می جنگید، پهلوانانه با شجاعت، مردم تعریفش میکرده. رسول پاک علیه السلام فرمود این جهنمیه. چطور جهنمیه یا رسول الله؟ این که خوب با شجاعت می جنگه. آخر جنگ یکی آمد گفت یا رسول الله من به این گفته شما اعتماد داشتم، اما میخواستم ببینم این چطور جهنمیه، با این شجاعت، با این جسارت برای دین به ظاهر می جنگه، چطور؟ دیدم آخر جنگ زخمی شد و بر این زخمی که بر او وارد شده بود نتونست تاب بیاره، نیزه رو برعکس رو زمین زد، خودش رو روی نیزه انداخت، خودکشی کرد، دنیا رفت. ان الله لا یؤید هذا الدین برجل فاجر. گاهی وقتا الله دینش رو با فاسق و فاجر هم جلو میبره. مغرور نشیم که الله از ما کار